سلام دوستای عزیز، خواهران و مادران گرامی. امروز روز جهانی زن است. روزتان خجسته باد. مخصوصا زنان سرزمینم که درگیر مشکلات جامعه مرد سالاری است. این روز نه تنها به زنان آزاد، دانشمند، ورزشکار، هنرمند تبریک است، بلکه مخصوصا به زنان معصوم و رنج کشیده کشورم، زنانی که از حق و حقوق خود محروم است، زنانی که به سر و صورتشان تیزاب پاشیده شده، زنانی که سنگسار شدن، زنانی که به خاطر حق و حقوق و رای آزادی در زندانا به سر میبرند. دوستان عزیز، امروز ما میبینیم که در وطن ما دروازه های مکتب برای دختران و زنان ما بسته هستند و با بی‌سرنوشتی و بی‌عدالتی به سر میبرند. زنان قهرمان، آوازتان خاموش مباد، قوی باشین، مبارزه کنید. رای حق از ما و شماست، حق و عدالت از ما و شماست. ما هم آواز شماستم. به خاطر روز زن برای شما یک آهنگ میخوانم و زمزمه میکنم. امید است که خوشتان بیاید. Oh